سلام، اولین ویدیو یوتیوب که خودم شخصا حضوراً توی خونه خودم براتون میگیرم رو میخوام آماده کنم. املت مخصوص کافه چله خونه که خوشتون بیاد تا آخر ویدیو با ما باشید. سابسکرایب یادتون نره، لایک هم یادتون نره. دنیا پر از شادمانی به لایلا، دنیا پر از شادمانی به لایلا، شیرین همه زندگانی به لایلا. روغن رو همزمان که روشن کردیم بریزیم تا روغن هم قشنگ داغ بشه. قبل از اینکه موادتون رو بزنین حتما باتون مخصوصا نمک و شادمانی به لایلا، شیرین همه زندگانی به لایلا، شیرین همه زندگانی به لایلا، شادمانی به لایلا، شیرین همه زندگانی به لایلا، شیرین همه زندگانی به لایلا. خب بعد اینکه پیازمون رو یه ذره تفت دادیم، گوجه رو حتما پوست بگیریم. حرفای تو راد زمونه، اجتماع هر دو جوونه. بعد اینکه رنگ گوجه‌تون یه ذره تیره تر شد، یه ذره آبش گرفته شد، یه مقداری دوباره بهش روغن اضافه کنید حتما. خب بچه املتمون آماده است، تستش کنیم ببینیم. خوردن املت حتما به نظرم باشو وایدینه با دست نده. عالیه که تا آخر ویدیو همراهم بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که در آینده بتونیم وقت کنیم ویدیوهای بیشتری بذاریم. خداحافظ.